با درود فراوان خدمت مهندسین، فنجویان و علاقه‌مندان محترم. در جلسه گذشته در رابطه با شرایط نصب صحبت کردیم، یعنی ایجاد شرایط مناسب برای نصب عایق الاستومری. در این جلسه من یه توضیح اجمالی میدم که ما چه چیزهایی رو حالا نیاز داریم برای نصب. ما وقتی میز کارمون رو فراهم کردیم باید یه سری ابزار در کنار دستمون باشه که دیگه دنبال ابزار نخواهیم بودیم، یعنی از همون اول میریم بیرون اینها رو میخریم، تهیه میکنیم و میایم نصبمون رو شروع میکنیم. مهمترین چیزی که در نصب نیازه ابزار برش هست که خدمتتون عرض کردم. از این چاقو لیزری های دنده بلند و یا میتونید یه تیغه HSS رو از بیرون بخرید، تیزش کنید و براش دسته درست کنید و از اون استفاده کنید. خب HSS خیلی دیرتر از این کند میشه و خیلی راحت هم با سنگ نفت میشه تیزش کرد. پس ابزار برش شما خیلی مهم هست. یک دونه سنگ نفت هم در کنار کارتون داشته باشید، خیلی عالیه. چون به هر حال علیرغم اینکه ما میگیم آقا اینو روی فلز نکشید، رو زمین نکشید، رو سرامیک نکشید، حتی اگه رو MDF هم شما کار کنید یا رو مقوا هم کار کنید، به هر حال این کند میشه و خیلی راحت میتونید با این سنگ نفت، حتی یه مقدار خیس باشه بهتره، یعنی سنگ نفتتون همیشه خیس کنید و این رو به این صورت میتونید تیزش کنید. مورد دیگه که خیلی مهم هستش به عنوان ابزار نصب پس از ابزار برش، یه مدل دیگه ابزار برش هست که قیچی هست. میتونه شامل هر قیچی باشه. حالا اگر این قیچی‌های حرفه‌ای خیاطی باشه خب چه بهتر، دیرتر کند میشه، ولی حتی با یه قیچی کاغذبار هم شما میتونید عایق الاستومری رو ببرید. یه جایی میده لوله دارید، خیلی راحت میتونید با این ببریدش، یا یه رولی دارید میخواید دایره حالت بدید، به راحتی میتونید با این ببرید. پس قیچی همیشه دم دستتون باشه. حتی موقع تیپ زدن شما میخواید تیپ رو بزنید، خیلی راحت اندازه میکنید، میبرید و تیپتون رو میچسبونید. حالا چه تیپ آلومینیومی باشه چه تیپ عایق باشه. پس قیچی ابزار بسیار مهمی است که باید در کنارتون باشه. ابزار دیگه ای که باید داشته باشید برای چسب زدن هست. قلموه. میتونه حالا این مثلا قلمویی که من دارم 1 و 1/2 اینچه، 1 اینچ هم باشه خوبه برای موقعی که میخواید روی رول بزنید. یه رول بزرگ دارید میخواید چسب بزنید، خب قلمو حداقل باید 2 اینچ باشه که بتونید اون چسب رو راحت پخش کنید. به جای چسب به جای قلمو روی رول های بزرگ میتونید از کاردک هم استفاده کنید. حتی کاردک چسبورش زیاده، قلمو چسبورش کمتره. متر که باید داشته باشید، به هر حال برای کارتون باید دائما شما متر کنید، اندازه بزنید و داشته باشید. این خطکش به دلیل که حالا من اینجا میز آموزش هست یه خطکش کوچیک آوردم. این خطکش فلزی شما باید حداقل 1 متر باشه و خطکش باید فلزی باشه. این هم بسیار واجب هست، بیشتر برای نصب رول. حالا نصب لوله شاید خطکش به این بزرگی نیاز نداشته باشه. 2 تا ماژیک باید همیشه داشته باشید. اگر روکشدار نصب میکنید باید ماژیک مشکی داشته باشید یا آبی. اگر که دارید عایق معمولی سیاه نصب میکنید حتما باید ماژیک سفید داشته باشید که بتونید روش علامت بزنید و ببرید. انواع تیپ ها باید در خدمت شما باشه بسته به اون کاری که میکنید. مثلا وقتی میخواید نت آلو نصب کنید باید تیپ نت آلو داشته باشید. تیپ نت آلو هم اگر که لوله هاتون سایزش کوچیکه باید عرض تیپتون 2.5 سانت باشه. اگه لوله هاتون سایزش بزرگه یا رولتون حالا روی کانال میخواید نصب کنید باید از تیپ 5 سانت استفاده کنید. تیپ معمولی هم ما 3 سانت و 5 سانت داریم که در صورتی که باز میگم کار اگه کوچیکه، سایزها کوچیکه، از تیپ 3 سانت استفاده میکنید. اگه کار بزرگه، لوله ها سایزش بزرگه، از تیپ عایق عرض 5 سانت باید استفاده کنید. مورد خاصی من نمیبینم. البته در زمانی که شما میخواید کلکتور نصب کنید نیاز به کالیپر و پرگار هم دارید که حالا ما در واقع اینجا خب امکاناتش رو نداریم که یک کلکتور برای شما بیاریم و نشون بدیم، به خاطر همون من دیگه کالیپر و پرگار رو نشون ندادم. ولی توی مقاله هایی که من نوشتم در رابطه با نکات کلیدی نصب عایق الاستومری به کالیپر و پرگار هم اشاره شده که حتما شما نیاز دارید برای نصبتون. خیلی ممنون از اینکه به این ویدیو توجه کردید.